بیان سرگذشت درویش چهارم. ای دوستان، ز حال من زار بشنوید و از داستان این دل افگار بشنوید. هرچند نیست منزلت و قدر بنده را، اما کشیده ام ز بس آزار بشنوید. بنده شما که به این خرقه فنا در خدمتتان زبان درازی می کند، پادشاه زاده ولایت چینم. از شدت جفای روزگار و ستم عمک غدار از مملکت خویش بیگانه شده گشتم. پدرم فرمان فرمای ملک چین بود. بسیاری از فرماندهان در تحت فرمان او بودند. وی بغیر از من فرزندی نداشت. چون حقیر به 9 سالگی رسیدم، پدرم رخت زندگانی بست و در حین مردنش به برادر خود چنین وصیت کرد: چون پسر من هنوز طفل است و قابل پادشاهی نیست، باید که تو ولیعهد و کفیل کارهای مملکت باشی و تربیت نموده نظر شفقت از او باز نداری. وقتی که پسرم کلان شود، دختر خود را به او ده و سکه و خطبه را به نام او کن، خودت به گوشه فراغت برو. چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو، مستی و طربناکی در عهد شباب اولا. اگر همین طور کنی، دولت از دودمان ما بیرون نرود. بعد از پسر من نبیره تو به تخت می نشیند. با همین سخنان قول و شرط نموده اکثر خاص و ارکان دولت را به آن مدعا شاهد گرفتند. اما بعد از فوت پدرم، عمکم چون بر تخت سلطنت قرار گرفت و لذت فرمان روایی را دریافت، فرمود که مرا در حرم نگاه دارند. من تا به 14 سالگی سوای درون حرم جای را ندیده بجز نازنین دختران و طفلان بازی نداشتم. چون شنیده بودم که دختر عمکم نامزدی من است، با همان دلخوشی می کردم. مبارک نام خدمتگاری داشتم و ای غلام سیاه بود که در خدمت پدرم بسیار گشته به پدرم معتمد و همراز بود. من در آن مدت اگر گاهی اهل حرم را غافل کرده بیرون برایم، به نزد او می رفتم و این مهربانی زیاد کرده با حسرت به من نگاه می کرد و می گریست. روزی در حرم با دختران بازی می کردم که کنیز مرا یک تارسکی زد. من گریه کنان بیرون دویدم. مبارک چون مرا گریان دید، از مهر به بر کشید و سبب گریه را پرسید. من واقعه را به او گفتم. وی هم به جای تسلی مرا باز یک تارسکی زد و گفت: خدایا، این طاقت مردی ندارد، زنش گردان. ای خاکت بر سر، می بایست حالا تو صاحب تخت و تاج باشی و عالم زیر نگینی تو باشد، اما تو گریه می کنی که کنیزان مرا زدند. گفتم: گناه من چیست؟ من سوای کنیزان با کسی اختلاط نکردم و هیچ چیز را نمی دانم. او گفت: بیا، تو را به نزد عمکت می برم تا بداند که تو بزرگ شده ای و لایق تاج و تخت هستی. اکنون باید حق تو را تسلیم کند. گفتم: کدام حق؟ گفت: نامزد و منصب. من خوشنود شدم. همراه مبارک و بارگاه عمکم رفتم. چون عمکم مرا دید، به استقبال دوید و بر کشید. جبینم را بوسیده به پهلوی خود نشانید. بعد از مبارک پرسید که فرزندم به چه سبب تشویش کشیده آمده است. مبارک بعد از دعا گفت که با عرض و التماس آمده است، یعنی نامزد خود را می خواهد. گفته سخن او را عمکم برید: این مبارک است، منجم باشی جغ زنید. در حال منجم باشی آمد. عمکم پرسید که در این چند هزار سال کدام سال خوب است؟ می خواهم که فرزندم را داماد کنم. منجم بعد از گرفتن ارتفاع و فکری بسیار گفت: در این 2-3 هزار سال قمر در عقرب است، عطارد در خانه زحل. اگر اراده کار خیر داشته باشید، بعد از 4990 سال روز نیک و ساعت خیلی نکو می رسد. عمکم گفت: مبارک شنیدی؟ اکنون فرزندم را به حرم فرست تا انشاءالله ساعت نیک را اختیار کنم و امانت به او گذارم. مبارک برخاست و پادشاه را دعا گفت. همراه بیرون برآمدیم. بعد از 2 روز دیگر از حرم بیرون برآمده و پیش مبارک رفتم. چون نظرش به من رسید، زار گریست. از این کاری وی به دل من شک پیدا شد. از او پرسیدم که چرا مرا دیده در حال گریستی؟ او گفت: بلاگردانت شوم، کاش که گردن مبارک می شکست و تو را نزد این ظالم نمی برد. گفتم: چی شده است؟ او گفت: وقتی که تو را به بارگاه بردم، امرا تو را قابل دیدند و خوشحال گردیدند و در حال میان آنها قیل و قال افتاد. آنها به زبان حال گفتند که انا پادشاه حقیقی بزرگ شده است. امروز یا فرداست که حق به مرکز قرار خواهد گرفت.
عمکت از دیدن تو غمناک و از امرا خوفناک گردید. حالا صلاح دولت و مصلحت وقت را در آن دیده است که تو را نابود سازد و راه فتنه و فساد را بندد. دیروز مرا به خلوت جیغ زده به من وعده زر و مال و بلندی جاه و مرتبه داد و فرمود که تو را نیست کنم. من حیران شده ماندم، نمیدانم که چیکار کنم. من تا زنده ام نمیگذارم که به تو ضرری رسد، اما بعد آن سبب اندیشه میکنم که مبادا به خودی من بلای آرند و بعد از آن تو را ضایع کنند. این فتنه را من خیزاندم، زیرا که اگر من تو را به بارگاه این ظالم نمی بردم و اظهار این مقدمه نمی کردم، شاید این اراده به خاطر او نمی رسید. چون خبر کشتن شنیدم، طمع از زندگی بریدم و دامان مبارک را به دست پیچیدم و نالیده گفتم تا مرا از غرقاب بلا به ساحل نجات نرسانی، دست از دامن تو بر نمی دارم. باری چون مبارک ناله و بیقراری مرا دید گفت غم مخور. فکری به خاطرم رسید که به آن وسیله دفع آن بلا را کردن ممکن است. گفتم آن کدام فکر است؟ او گفت بیا به تو میگویم. با او با عمارتی که پدرم در آنجا دفینه گذاشته بود رفتم. چون داخل عمارت شدم تخت و جایگاه پدرم را دیده بیش از پیش گریه گلوگیرم شد. مرا مبارک تسکین میداد. با اشاره مبارک دو کسه تخت پدر را از آنجا برداشته فرش را غم داشتیم. بعد قدر زمین را کندیم که یک در پیدا شد. مبارک از کیسه‌اش کلید برآورده قلف آن در را گشاد و در را باز کرد. در آنجا چند پای زینه بود. مبارک از آن زینه ها پایان فرا آمده مرا هم تکلیف نمود. در اول به دل گفتم که سیاه مکر کرده است، میخواهد که در اینجا کاری تو را تمام کند. اما چه علاج، مجبور شده به پایان فرا آمدم. در آنجا 40 صفحه به نظر رسید که سفید بودند. در هر صفحه یک خم خسروانی با زنجیرهای طلا بند کرده گذاشته شده است. بر سر هر یک خم خشت طلایی و در آن یک هیکل میمون زبرجدین نشسته است. تنها یک خم بی میمون بود. همه آن خمها پر از طلا بودند. در میان صفحه ها یک حوض کلان پر از جواهر بود. گفتم از دیدن اینها چی می شود و من چی فایده دارد؟ گیرم چندین داشته باشم از من مصیبت را دفع کردن نمی تواند. سریش از رخم پاک کردم، چه حاصل؟ علاجی بکن که از دلم خون نآید. او گفت ای فلانی، این گنج نهانی حکایتی دارد. مقصد از نشان دادن این میمون ها غرض است. گفتم چی غرض؟ او گفت کیفیت این میمون ها آن است که پدرت در اول جوانی با ملک صادق شاه جین ها علاقه و دوستی داشت. سبب این دوستی به من معلوم نشده ماند. پدرت هر سال از اتریاد و خوراکواری را هدیه گرفته به آن ملک می برد. چند روز در نزد او می شد و در وقت بازگشت ملک صادق به او یک میمون زبرجد می داد. آن را پدرت آورده در این مکان می گذاشت. مدتی بود که مرا هم با خود می برد. نوبتی از او پرسیدم که صاحبا هر بار به ملک صادق مبلغ زیاد تحفه و هدیه می برید، به جایش فقط یک میمون بیجان می گیرید. از این به شما چی فایده؟ پدرت تبسم نموده گفت به کسی این سر را مگو. هر یک میمون زبرجد را 1000 نفر جن در تحت فرمان است، اما بنابر گفته ملک صادق تا 40 میمون تمام نشود جنهای میمون ها کاری کردن نمی توانند. هنوز 1 سال به وعده مانده بود که پدرت وفات کرد. الحال به خاطر من می رسد که تو را به نزد ملک صادق برم و چگونگی احوال را بیان کنم. شاید برای خاطر پدرت آن یک میمون باقی مانده را به تو بخشد. با این راه تو می توانی ملک اراسی یعنی میراثی و امانت خود را صاحب شوی. اگر این مقصد میسر نشود هم باری از کشته شدن خلاص می شویم. گفتم اختیار به توست، به هر طریق که توانی بکش و از حق چشم نپوش. مبارک مرا حرم فرستاده خودش به تیار کردن تحفه ها و هدیه ها مشغول گشت و از تیار کردن چیزها در خلوت با عمکم مشورت کرده است که اگر صوابدید پادشاه باشد به عزم سیر و شکار این پسر را به صحرا برم، در جایی بکشم که کسی خبردار نشود. عمکم این فکر را پسندید. مبارک مرا با تحفه های مذکور از شهر بیرون برآورد. شهریارا، ما 2 اسب را زین و لجام کرده تا مدت 1 ماه به طرف شرقی ولایت چین راه پیمودیم. از خوف دشمن در هیچ جا نیاسودیم. شبی در اثنای راه به تلی رسیدیم. چون به بالای تل برآمدیم در آن طرف مرغزار و چمنی دیدم که سبز و خرم بود.
از عطای گل و ریحان و سنبل و نازبو کوهش معطر بود. در آنجا غلغل به گوش رسید و آنجا از نور شمع و فانوس مانند روز روشن بود. گفتم ای مبارک، اینجا را چی نام است و این چی غلغلی عام است؟ مبارک از اسب فرآمده گفت شکر که بخت بلندت یار شد و به مقصد رسیدیم. این لشکر جین هاست و بارگاه ملک صادق در اینجاست. گفتم من بغیر از نور چراغ چیزی نمی بینم. مبارک در حال از کیسه‌اش سرمه برآورده به چشم من کشید و من این دفعه نگاه کرده خلق بسیاری را دیدم که همه خوش روی و سیاه موی بودند، اما پاهای آنها مانند پاهای گوسفندان سم شکافته بود. چون به میان آنها رفته در آمدیم، آنها مبارک را شناختند و با او به هزل و شوخی مشغول شدند. ما به آنها اهمیت ندادن می رفتیم تا که به حوله بارگاه ملک صادق رسیدیم. بارگاه با همه زیب و زینت آراسته، به هر گوشه کت و اورنگ و کرسی ها گذاشته شده. امرا، وزرا و علمای جین ها بر آنها نشسته بودند. در پیشگاه تخت پرزیب و زینت مانده شده، در آن ملک صادق به سر تاج گذاشته تکیه زده بود. من پیش رفتم و از طریق اخلاص دعا گفتم. ملک صادق مهربانی کرده به نشستن امر کرد. برای من شربت و طعام آوردند. بعد خوراک ملک صادق مبارک را پیش طلبیده از چگونگی اوضاع من پرسید. مبارک سرگذشت مرا گفته داد. چرا شاهزاده به دیدن من نمی آید؟ گفته پرسید ملک صادق. مبارک گفت دولت با دوام باد. چون جاهل بود و خود را قابل خدمت نمیدانست، بنابراین به مصدی اوقات فرخندسات بندگان ملک نمی گردید. چون به حد بلاغت رسید و فی الجمله نیکو بد را فرق کرده می توانستگی شد، به خدمت شتافت. حالا آرزو دارد که مانند پدر خود در قطار چاکران به حساب رود و حضرت ملک نظری عاطفت و شفقت از او باز ندارد. از برای خاطر پدرش از جمله بندگان با اخلاص شمارد و انعامی که به پدرش مقرر شده بود و اون نیز مقرر شود، یعنی میمون چیلوم زبرجدین را به او بخشد، زیرا که حالا کار افتاده مظلوم و بیکس است. اما که ظالم به او آنقدر ستم روا می دارد که حتی به زندگی او راضی نیست. چه جای آن است که تاج و تخت را به او دهد؟ ملک صادق بعد از اندک تفکر گفت مبارک، ما درباره او کوتاهی نمی کنیم. چی یاری و مددگاری که لازم باشد به جا می آریم، اما ناآزموده را نتوان سروری داد. تو نگوی که وی پادشاه زاده است، زیرا هر یک فرد انسان چطوری که گوناگون رنگ و گوناگون شکلند، همان طور هم گوناگون طبع و گوناگون سیرت می باشند. در این شک نیست. بغیر از این نابرده رنج گنج میسر نمی شود. جان برادر، ما با پدر این پسر بیهوده شفقت نکرده بودیم. او بارها حق خدمت شایسته بر ما ثابت کرده بود، اما چون حق او برگردن ما مانده است و امروز فرزند او به نزد ما آمده است و علاوه بر آن او ستم دیده است، ما با یک امتحان هر چی خواهد به او با زیاده مهربانی میکنیم، لیکن شرط همین که هر چی فرماییم به حق ما خیانت نکند و براستی و درستی به اتمام رساند. من از این سخن خوشدل شدم و ندانستم که بلا به سرم خواهد آمد. چون از مجلس بیرون شدیم، برای ما مهمانداری معین کردند که وی مرا خیلی احترام میکرد. شب دیگر چون به مجلس رفتیم، مبارک التماس کرد که خدمت را بگوید. ملک صادق گفت مبارک، من گمان میکنم که او خدمت را به خیانت و به انجام نمیرساند. مبارک گفت این طور نیست. اگر ملک شفقت کرده خدمتی را که لایق دانند به او فرماید، موافق دلخواه به اتمام میرساند. ملک خودش بگوید گفت و به من نگاه کرده شرطی به خیانتی را به میان ماند. من انگشت قبول بر دیده گذاشتم. او گفت ای پسر، هنوز جاهل هستی، با خود اندیشه کن، مبادا که در آخر به بلای افتی که هیچ وجه خلاص شده نتوانی و دردت بی درمان شود. گفتم اگر شفقت ملک باشد هرچی فرماید به جان میکوشم. گفت فردا هم فکر کرده بین. شب آینده میگویم. شب دیگر وقتی که ما حاضر شدیم، ملک فرمود که خزینه‌دار را جیغ زنند. خزینه‌دار حاضر شد. ملک به او گفت که فلان صندوقچه را حاضر کن. گنجور یعنی خزینه‌دار آن صندوقچه را زود حاضر کرد. ملک صندوقچه را گشوده از آنجا تومار کاغذی برآورد، مرا پیش طلبیده به دست من سپرد و گفت
آنچه که در این کاغذ نقش یافته است مانندش را از جنس آدمی میخواهم. تو باید چشم و دست دل خود را نگاه داشته با راه خیانت و ناراستی نپویی و این سر را به هیچ کس نگویی و آن دختر را پیش من آوری و بدان که بعد از اتمام این خدمت به شرط مذکور چشم داشتی تو را با زیاده به تو میدهم، وگرنه هرچی بینی از خود بینی. من توما را کشادم، چیزی را دیدم که کاش هرگز نمی دیدم. شهریارا، در وصف آن پری پیکر که زبان از تعریف حسن و زیبایی آن قاصر است چی گویم؟ کی توانم صفتی زیبی جمالش کردن، زان که رشک آیدم از غیر خیالش کردن. صورتی دیدم و بیگانه شدم از دل و دین، عشق را صورتی دیگر نبود بهتر از این. باری در آن وقت نگهداری خود کردم که مبادا ملک و یارانش از عشق من خبردار شوند. بعد از آن که از نزدیک او برآمدم به مبارک گفتم که صاحب این صورت را چطور پیدا کنم؟ چرا ملک صادق مرا به جستن او می‌فرماید؟ آخر جنها خودشان به همه جا رفته میتوانند، آنها به هر کار قدرت و به همه چیز دسترسی دارند. مرا به خاطر چنین میرسد که این صورت را مانند یافت نمی شود، چون که مشهور است ظاهرا ملک مرا به نخودی سیاه میفرستد. مبارک گفت خیال غلط کرده ای، ملک صادق غدار نیست. اگر همچنین باشد مطلبش امتحان است که میخواهد بداند که در کارها تحمل و تأمل داری یا نه. به هر حال ما باید چند وقت جهانگردی کنیم، شاید به مقصد هم رسیم. از آنچه که غیرت عشق است راز خود را به مبارک هم نگفتم. با مصلحت وی دود درازگوش و اسباب سفر اختیار کردیم. شهر به شهر، قشلاق به قشلاق می گشتیم و به هر ایل و اولوس و قبیله ها که می رسیدیم طلبگار آن در شاهوار می شدیم. 7 سال دائم سرگردان، حیران و پریشان در دشت و بیابان و آبادانی ها گشته آخر جزم کردم که آن صورت را مانند نیست. ملک صادق مرا پسی سر کرده است. مبارک هم به همین قرار آمد که بعد از این به هر شهری که رسیم در آنجا ساکن شده ترک حضرگردی و بیابان نوردی کنیم. زندگی را غنیمت دانسته باقی مانده عمر را به فراغت گذرانیم. بعد از چند روز در اقصای مغرب به شهری رسیدیم. چون بر در شهر رسیدیم 2 آدم را دیدیم که نشسته قرآن می‌خوانند. اینچنین در بالای قلعه در سر هر برج خلایق به دعاخوانی و تلاوت قرآن مشغول بودند. آن احوال را دیدم من حیران شدم. چون به شهر در آمدم در همه جا کس را مشغول دعاخوانی دیدم و از هر خانه آواز قرائت شنیده می شد. در برابر همین از آن شهر بوی خرمی به مشام جانم رسید. باری در کاروانسرای فرآمدیم. آن روز و آن شب آسودیم. روز دیگر اول پگاه به حمام رفته خود را از گرد سفر تازه کردیم. بعد از آن به سیر گشت شهر برآمدیم. در سر بازار مرد پیر را دیدیم که چشمش کور شکسته عصا در دست، کوزه آبی را برداشته لنگان لنگان می رفت. از افت و بشره‌اش معلوم بود که آدمی درست بوده ولی با چه بدبختی به این حال افتاده است. من به نزدیک او رفتم و دم آبی گرفته نوشیدم. رحمم به حال آمده است کیسه 1 اشرفی برآورده به او دادم و گمان کرد که نیم پولی است و گفت ای جوان، خدا تو را بای کند که به این فقیر خود نیم پول دادی. گفتم ای پدر، این دینار طلا است، دانسته باش. چون این سخن را شنید آهی از دل کشید و گفت ای جوان، الهی کارت به مدعای دلت شود. پیرمرد رفت. من با مبارک از آنجا به سیر محله ها رفتیم. اتفاقا در اثنای راه در میان خیابان بر در خانه عالی رسیدیم. اگرچه از تقاضای دور ویران شده افتاده بود، اما از اساس و زمینه بینای آن معلوم بود که خانه یکی از بزرگان بوده است. حالا بینای عمارت آن برباد ولی نشاط کرسی بر جا مانده، از هر طرف دیوارها افتاده و باغچه های آن خراب گشته است. بعد از سیر روی حولی آن و تماشای کهنه عمارتی که در میان آن حولی بود رفتم و به آن خانه و جا نگاه کرده حیران بودم. چی بود که از آن عمارت کهنه بوی استراحت و راحت به مشان جان من ناتوان رسید. با خود گفتم که کاش که آن گنج شایگان در این ویرانه پیدا شود. من در این خیال بودم که آن پیرمرد کور همان پیری که
من به او 1 دینار داده بودم. اساساً به آن مکان در آمد و به زیر زمینی که یعنی تخخانه‌ای که در آن عمارت بود داخل شد. من به آنجا گوش دادم. آواز کسی برآمد که به آن مرد گفت: ای پدر، خیر بود که امروز به زودی برگشتی. پیر گفت: فرزند، امروز جوانی به من مهربانی نموده 1 طلا داد. شاید وی غریب و صاحب امید بود. از آن پول کمتر طعام گرفتم، زیرا مدتی شد که آرزوی طعام با مزه داشتم. اینچنین کرباسی گرفتم که تو از آن برای خود کرته دوزی. اگرچه ندانستم آن جوان چه حاجت داشت، اما در دنیا هیچ کس بی حاجت نمی شود. من برای او دعا کردم، میخواهم که تو هم دعا کنی. از شنیدن این سخنها خیلی رحمم آمد و دانستم که بیچارگی آنها به کمال است. بنابراین پیش رفتم که او را جیغ زنم و به او مشت تنگه و طلا بدهم. چون به درون نگاه کردم، در آنجا مانند همان صورتی را که در تومار داشتم دیدم. چنان که در تصویر بود، او نشسته و موهای عنبرین دلاویزش به اطرافش پریشان است. چون بعد از 7 سال آن همه مشقتی بی پایان و بیابان نوردی در بدرگردی نظرم به آن گوهری مقصود افتاد، نعره زده بی خود شدم. مبارک این حال را دیده به سویم دوید و به هر راه که بود مرا به حال خود آورده پرسید که به تو چی شد؟ من جواب نداده به جانب مقصد نگاه کردم. آن نازنین فریاد کرد که ای جوان، شرم دار و نظر از نامحرم دور کن. بهاری گلستان خوبی حیا است، ادب از جوانان عجب خوشنما است. من چون فصاحت بیان و لطافت زبان آن قبله جهانیان شنیدم، به تازگی واله و شیدا گردیدم. مبارک چون مرا حیران و پریشان دید، آن سیمبر را نیز به نظر سنجید. به خاطرش رسید که از رسیدن به سرحد مقصد غش کردم و از حال درونیم خبر نداشت. در جواب آن پریوش گفتم: ای ساکنان این مکان، مردی غریب سرگشته فلک زده و از وطن آواره گشتم. التماس دارم که فرصت مرا به نزد خود راه دهید. آن پیرمرد دانا آواز مرا شناخت و به قوه سامعه دانست که من کیستم. وی عصا در دست بیرون برآمد. من پیش دویدم، دستش را بوسیدم. او نیز مرا پدرانه در بر کشید و به مهربانی از حال و احوالم پرسید. گفتم: ای پدر عزیز، من کیستم؟ فلک زده خانمان خراب، صحرانورد و بادیه پیمای چون سراب. دور از دیار و یار، به غربت فتاده، مست از می محبت جانانه به شراب. و مرد مرا به درون خانه برد. آن سرو آزاد به کنج خزید، آواز ما را می شنید، خود ما را می دید. آن مرد اهل درد از احوال من پرسان شد. من به حکم آنکه دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه اندیز حکایه ملک صادق را بیان نکردم و گفتم: ای پدر، بنده شاهزاده ملک چینم. برای در صدف تو ملک چین را گذاشتم. صورت او را چند گاه پیش از این از دست یک سوداگر خریدم و ترک پدر و مادر خویش و تبار کرده تاج و تخت را پرتافته به جستجوی او به هر گوشه و کنار گردیدم. اینک حالا به مقصد رسیدیم، دیگر اختیار در دست توست. آن مرد آهی سرد از دلی پردر برآورده گفت: ای جوان، دختری مرا بلای در پی است که کسی مجال ندارد که دست هوس به آغوش آن کند. میوه باغ مرا آفتی هست که هیچ کس حاصل آن را به مراد دل چیده نمی تواند. این گنج بامار است که در کسی به آن رسیدن نمی تواند. گفتم: آن کدام است؟ آن مرد گریست و گفت: ای جوان، من کلانتر و بزرگتر این شهر می باشم. بابا و اجداد من همه اشراف و بزرگان بودند. چون بعد از آرزوی بسیار این فرزند شد، او را دایگان به شیر جام پروردند. وی به سرحد بلاغت رسید و در حسن و جمال و استعداد و کمال سرآمدی خوبان و یگانه دوران گردید، به حدی که در این جهان افسانه شد. هر کی بشنید از عشق او دیوانه شد. پادشاه شهر که با من پیوسته در شفقت و احسان بود، تا رفت قدر و مرتبه مرا می افزود. و پسر یگانه زیبا داشت که به حد بلوغ رسیده، چشم بیننده مانندش ندیده بود. او نیز غایبانه سرگرم سودای دختری من بود. پدرش چون از درد دلش خبر یافت، به تیاری دامادیش شتافت. مرا به خلوت طلبیده آن خوشخبری را داد. من از آن خبر خوشحال شده به تیاری توی سر کردم. بعد از آن که از هر دو طرف کارها ساخته شد، ساعتی سعید جستند. علما و فضلا یک جا نشستند و آنها را عقد بستند. چون شب زفاف یعنی دامادبری رسید، پسر خواست که دست وصال به گردن دختر درآورد. وقتی که محرمان از خانه بیرون شدند، آواز ناله و غلغله زیاد از خانه برآمدن گرفت.
آنها هرچند خواستند که در را گشایند و به خانه در آمده واقعه را فهمند، اما میسر نشد. بعد از آن که فتنه و آشوب بلند شد، در را شکسته به درون در آمدند. پسر را دیدند که از حلقش کشیده، یعنی آوخته شده، و دختر کفک بر لب آورده، موها بر هم پیچیده، به خاک و خون غوطیده بی خود افتاده است. پادشاه چون این حالت را شنید و فرزند خود را کشته دید، دختر مرا به کشتن فرمود. باز آشوب بلند گردید. پادشاه از جان خود ترسیده فرمود که او را از خانه بیرون کنند. در همان شب این خبر به شهر افتاد. پرستاران دختر را به خانه آوردند. از بس که قتل آن پسر زیبا به وسیله این دختر واقع شد، پادشاه و رعیت به من و دخترم دشمن شدند. بعد از عزاداری امرا و خاص، بلکه تمام خلق به کشتن من و دخترم و غارت کردن مال و اموال من پادشاه را تغریب کردند. پادشاه قرچیان یعنی سلاحداران غضب خود را به این کار فرستاد. همین که آنها به نزدیکی حوله ما رسیدند، از بام و دیوار به بالای آنها سنگ باریدن گرفت. در عین زمان به خانه هر یک از آنها که پادشاه را به این کار تشویق کرده بودند سنگ بارانی شد که شهرش مشکل است. کار به جای رسید که از آن ما دست کشیدند و به حال خود یعنی امان گذاشتند. اینچنین شبی به گوشه پادشاه آواز رسید که مبادا به کشتن آنها عزم نکنی که آنچه پسرت از دوستی آنها دیده است تو از دشمنی آنها خواهی دید. پادشاه از این واهمه بیمار گردید و این مدت در بستر بیماری افتاده بود تا آن که قسم یاد کرد و از قتل و غارت درگذشت. اما مقرر فرمود که از خانه بیرون نآییم. منجمان و حکیمان به پادشاه گفتند که با این شهر جنها هجوم کردند. بیماری پادشاه هم از آنهاست. اینک بعد از مصلحت و ثوابدید عاقبت اندیشان مقرر فرمودند که قاریان شب و روز در همه جا دعا خوانند، تلاوت کنند، خصوصا بر دور حصار یعنی قلعه بر دروازه ها نشسته خواندن گیرند و همین دستور سالها می گذرد. من نمیدانم که سبب این فتنه چیست. همین قدر میدانم که یک بار از دخترم به 100 التماس پرسیدم که به تو هیچ چیز معلوم است و گفت که شب نکاح که پسر به من میل کردنی شد، همین طور به من نمود که سقف خانه شکافته شد، از آنجا جمع پیدا شدند. آنها تختی را به زمین گذاشتند که تمام جواهر کاری بود. در بالای تخت کسی نشسته بود که نور از رویش میتافت. همراهان وی اندامهای عجیب داشتند. از این چیزها مرا واهمه گرفت. آن جماعت قصد پسر کردند، آن مرد قصد من کرد. من از ترس غش کردم، دیگر نمیدانم چی شد. همین قدر در یادم است که پای آنها مانند پای گوسفندان بود. ای جوانی غریب. بعد از آن ملک و مال از دستم رفت. دوستانم کناره گرفتند. خادمان و آدمانم هم یک به طرف گریختند. من در کنج خانه ویران نشستم. همین که کسی در پیشم ماند و به جای نرفت، این دخترم بود و بس. ما هر دو به حال زار خود چندان گریستیم که هر کس بر ما گذاشت بر حال ما بگریست و چشم من از بینایی باز ماند. بینای خانه و عمارت خراب شد و ویرانه گردید. من تا توانستم نشستم. هر چیز ذخیره داشتم به بهای هیچ به مردم دادن نان گرفتم و با دختر صرف کردیم. نهایت همه چیز تمام شد. من به این خستگی و شکستگی با عصا بیرون رفتم و به آن طریق که دیدی کسب روزی کردم. مردم شهر از خوف پادشاه به من رحم نمی کردند. بعضی ها دلم را به سنگ سخنان سخت می شکستند و با ناخن درشت زخم خاطرم را می خراشیدند و از شوره زبان طعن نمک می پاشیدند. بله، اگر گاه غریبی به حال من رحم می کرد، فلوس یا درهمی به من می داد. به هر حال خشک نان پیدا می کردیم و روز می گذرانیدیم. الحال مدتی شد که مرا آرزوی طعامی بلذت بود. دخترم هم عریان مانده بود. مراد هر دوی ما امروز با یاری تو به عمل آمد. دیگر فرزند اگر از جان تو نمی ترسیدم، به خدا که دختر خود را به کنیزی تو می دادم. اما باعث ریختن خون جوان شدن خوب نیست. بهتر که تو هم دیده و دانسته بلا را به خود نپسندی و از این وادی درگذری. گفتم ای دوست، قول تو نیکوست، چون به من یار آشنا باشد، گر بلای رسد عطا باشد. شهریارا، من همین طور زاری می کردم. آن مرد راضی نمی شد تا اینکه روز به آخر رسید و ناکام او را دعا گفته به کاروانسرای آمدم. مبارک از شادی به پوست نمی خونجید. من پای از سر نمی شناختم. از یک طرف آرزوی شادی جانانه، از طرف دیگر فکر چی کردن آخری کار. با خود خیال می پختم و می گفتم ای دیل، اگر این مرد راضی نشود چون کنم؟
و اگر او راضی شود با مبارک چه حیله بازم که او میخواهد دختر را به ملک صادق دهد. اگر او را هم راضی و یا دفع کنم با جنها چیکار کنم؟ اگر جنها دست یابند بلایی بر سری تو خواهند آورد و وصال نیافته جان هم از دست برود. اگر در این شهر بمانم شاید از شر جنها امین مانم یا یگان دشمنی به پادشاه خبر رساند و من به دست میری غضب گرفتار شوم. آن شب تا روز گریه کردم. روزی دیگر به بازار رفته برای آن پریرو و پدرش لباس، طعام و میوه بسیار گرفته روانه مقصد شدم. آن مرد بعد از مهربانی بسیار گفت: ای جوان، هم به تو رحمم می آید هم از جان تو می ترسم. تو به گردن من حق خدمت داری. اگر به تو از روی درشتی جواب دهم درست نمی شود، زیرا که غریب دل سوخته ای. اگر آمدن شما به پیش ما دوا کند شاید فتنه برخیزد. من دستش را بوسیدم و گفتم: گر سر برود به راه جانان، بادا چون منش هزار قربان. ای پدر، دیریست که در هوای این نگاه آفتاب عذار، ذروار با دلی فگار و جسمی نیزار، در هر شهر و دیار به گوشه و کنار گردیدم. الحال که به سرچشمه وصال او رسیدم، از دامنش دست رها نمی کنم. تا مدت 1 ماه همه روز تا شب در نزد آن مرد بودم و با زاری می افزودم. خواستگاری آن دور گرانبها می نمودم و در آخر به او گفتم: عمر را وفا نیست، تو خود پیر و عاجز شده ای، امروز یا فردا از دنیا می گذری. در آن حال دخترت به دست دیگر کس می افتد، شاید ناکسی باشد، بدخوب نمی شود. تو آنچه خیرخواهی و مصلحت اندیشی که باعث در حق من کردی و مصلحت دادی، نصیحت کردی و من به همه بلایی که در وصل دلدار رسد راضی هستم. همان بهتر که مرا به غلامی خود گیری. اگر خودت هم به من یاری بیایی بهتر است. آن مرد چون این سخن شنید گفت: ای جوان، یک امشب هم با خود فکری و با دختر مصلحتی کنم. از این مژده خوشنود شده به حجره برگشتم. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گردد. در آن شب من از شادی آرام نگرفتم. روز دیگر به نزد آن مرد رفتم. او را رنجور یافتم. بر سری بالینش نشستم، از احوالش پرسیدم. گفت: سخنی که دیروز تو را بر زبان آمد الحال عیان شد. ظاهرا از عمر من چیزی باقی نمانده است. باری دختر خود را به تو می سپارم و شرط آنکه او را از من دور نسازی و از احوال من با خبر باشی. چون من از این جهان چشم پوشم، کارسازی مرا کرده، بد اختیار به دست توست. شهریارا، این شرط را به جان منت داشته قبول نمودم. هفته آن مرد بیمار بود، خدمتش را با دل و جان کردم. چون وی از دنیا چشم پوشید، مبارک دختر را چادری بر سر انداخته به حجره من آورد. من به کارسازی این مرده پرداختم و در سرانجام کار به حجره رفتم و خواستم خود را به پای آن صنم اندازم. مبارک با زبانی که آن نگار نمی فهمید گفت: ای فلانی، به خدای، ملک صادق آن همه سفارش در این باره می کرد. این از جمله خیانت است که تو را به خاطر می رسد. الحال وقتی مردی و خودداری است. ظالم، کاری نکنی که همه عذاب و آزارهای کشیده همان مبادا بیکار و تباه شود. من سر به زیر افکنده به کناری رفتم. گوهری اشک را با نوگ میژه سوختم و با سوز دل گفتم: ای فلک، تا به کی ستمکاری؟ چند بینند نیکوان خواری؟ تا به کی همچو گرد بی سر و پا، گردم و سر نهم به راه هوا؟ ای ستم پیشه، از جفا بگذر، یک رهی از وفا به ما بنگر. بعد عمری که یار پیدا شد، کام دل اندکی مهیا شد. این رقابت پناه را چی کنم؟ این درونش سیاه را چی کنم؟ شهریارا، چند روز با گریه و زاری گذرانیدم. در شب آخر به مبارک خاطر خود را بیان کردم. چون این شنید آه کشید و گفت: حیف که دولت در سر نداری. دریغ از این همه رنج که من برای تو کشیدم. ای پسر، اندکی به خدای روز خود را سیاه نکن. تو آن نیستی که از دست ملک صادق جانت را خلاص کنی. دختر را به زودی صحت و سلامت به هیچ خیانت به ملک صادق بریم و از او خواهش کنیم شاید او را به تو واگذارد. چون من اصرار او را دیدم، دم فرو کشیدم و به کنج خزیدم. آن سیاه سنگدل هرچند عشق مرا بیشتر دید، نقاب بیرحمی بر روی کشید تا کار به جایی رسید که مرا از دیدن آن نازنین مانع گردید.
از همه سخت‌تر آن بود که آن مهوش از احوال بیخبر بود. گاهی حیران شده از مبارک میپرسید. مبارک او را با همین تسکین میداد که انشالله چون به دیار چین رسیم بعد از جشن و آیین شهر با طمطراق تمام عروسی نموده شاهزاده کت خدا خواهد شد. مبارک هرچند برفتن تعجیل میکرد، من التماس مینمودم که یک دو روز دیگر باشیم. یک لحظه را غنیمت میشمردم. نهایت کار چون از حد التماس گذشت به مبارک گفتم که من از ملک چین و وصل دختری عمکم گذشتم. چی شود که در این شهر بمانم و رخصت دهی تا دست به گردن وصال این نازنین درآورم. او گفت این خیال باطل است. ملک صادق دست از این باز نمی دارد. یقین که آخر به هر وسیله که باشد این شهر را مسخر بلکه زیر و زبر نماید. آن وقت ما را به بلای مبتلا گرداند که هر ساعت به مرگ راضی شویم. همان بهتر است که دست از این بداری، شاید که ملک صادق او را به تو بدهد. گفتم ای ظالم، او کجا دست از چنین معشوقه باز می دارد؟ مبارک گفت که چیزی می دانم ملک صادق چون دختر را بیند از او نفرت کند. گفتم کدام است؟ او گفت نوبت اول که پدرت به میان جنها می رفت آنها مرا به میان می گرفتند و آزار می دادند، شوخی و هزل می کردند. من به پدرت شکوه کردم. دیگر بار که رفتیم وی روغن ساخت و یک شیشه از آن پور کرده به من داد و گفت که از این به بدن خود مال. چون چنان کردم جنها از بوی آن روغن از من نفرت می کردند و به من نزدیک نمی آمدند. حالا از آن روغن کمتر هست. به بدن این دختر میمالیم تا که ملک صادق از او نفرت کند. بعد از آن التماس نموده دختر را برای تو بگیریم. مبارک با این افسون مرا ساکن یعنی آرام کرد و به تیاری سفر مشغول شد. برای خدمت آن گلزار یک کنیز خرید. اینچنین یک شتری بارکشی برای کجاوه آنها و دیگر چیزهای لازمه را تیار کرد. بعد از آن به راه در آمدیم. در راه همه دم مبارک رسمان آن شتر را در دست می داشت و مرا نزدیک شدن نمی ماند تا که 3 ماه راه پیمودیم. در اثنای راه به اولنگی رسیدیم. در آنجا غلغله جنها به گوش ما رسید. آنها فرستادگان ملک صادق بودند که به تشویش حال و به یاری ما آمده بودند. ملک صادق همانا دانسته بود که آن نگار را ما به دست در آورده ایم. جنها مرا و مبارک را مبارک باد می گفتند. بعد از آن گفتند که ملک صادق به شما انتظار است. اگر راضی باشید شما را زودتر نزدیک رسانیم. مبارک گفت این مصلحت نمی بینم، زیرا که ممکن است دختر از دیدن شما و احمد و یگان کار شود. بعد از این 2-3 نفر به نزد ملک صادق رفتند که بشارت دهند. باقی در دشت هامون پریشان شده رفتند، اما دختر را از آنها خبر نبود. من باز بی‌طاقتی کردم و خواهش نمودم که مبارک از آن روغن به بدن دختر مالد. مبارک گفت اول به خود دختر دهیم و بینیم کنی او در چه خیال است. چون به دختر مسئله را فهمانید و گریه و فغان کرد و زاری نمود که یاران گناه من چی بود که از وطن آواره و اسیر کرده به دست جنها مرا میسپارید؟ مگر رحم در دل شما نیست؟ من در شب نکاح طاقت دیدن جنها نداشتم. چون دختر این سخنها را گفت دل مبارک به حال او سوخت، اما علاجی نداشت. بعد از با که ما را با خود آورد با 1000 زبان که بود هر دو را تسکین داده از آن روغن بدان نازک بدن مالید. اما دل عاشق از کجا به گفتگو تسکین یابد؟ روز با همین حال گذشت. شب در حالتی که مبارک در خواب بود به آهستگی خود را به نزد آن زیبا پری رسانیدم و سر در قدمش گذاشته به عذرخواهی مشغول شدم. گفتم به جانت قسم که به من خللی نیست. از آن روزی که صورتی تو را دیدم مهرت را با جان و دل خریدم، دل از زندگی بریدم و حیاتت را بر خود گزیدم. سخنان من به دل آن نازنین اثر نمود و گفت فلانی چون میدانستی که چنین بلای در پی است چرا از آن شهر برآمدی؟ گفتم از ترس پادشاه. احتمال داشت که دشمنی به پادشاه خبر میداد، بعد فتنه برپا میشد و ملک صادق خبردار شده بر سر همه یگان بلای را می آورد. گفت خوب بینم کنی چی می شود، اما ای جوان من دل در وفای تو بستم، تو هم فراموش نکن. هر دو دست در آغوش یکدیگر در آورده بیخود شدیم. آواز جنها را شنیده به خود آمدیم. از چادر بیرون برآمدم. دیدم که چند نفر از معتمدان ملک صادق آمدند. آنها 2 دست لباس فاخره بر ما آورده برای آن صنم خدجی مرواریدکاری آورده بودند. آنها زود دختر را به حدج شنانیدند و من و مبارک را هم به تخت نشانده به هوا پرواز کردند. بعد از 3 روز ما را به نزد ملک صادق آوردند. ملک آنچه لازمه احترام و تعظیم بود درباره ما به جا آورد، تحسین بسیاری کرد و به سوی حرم به دیدن دختر روان شد. همین که به نزدیکی او می رود آن بوی ناخوش را می فهمد و اثر ملال در سیمای او مشاهده می کند و روی او را به جا نمی بیند.
بعد از آن بیرون آمده مرا می طلبد. همین که پیش رفتم دیدم آن ملک صادق نبود که لحظه پیش از این دیده بودم. رنگ برافروخته به آتش غضب سوخته به مبارک خطاب نمود: ای پیری بهانه جو، خود شرط نکردی که خیانت نکنی؟ این رنگ و بو چیست و این حال از کیست؟ مبارک در حال اعضای پنهانی خود را نشان داد و گفت: خیانت از من چطور می شود؟ روزی که من به این خدمت در آمدم خود را از قوه مردی محروم کردم. پس ملک رو به من نموده خطاب نمود: معلوم می شود که این خیال باطل و سودای خام در سری تو بوده است. اکنون چی کردنم را نمی دانم. حمیت جاهلیت به من چنان اثر کرد که خود را نشناختم. دویده از کمر مبارک خنجر را کشیدم و به ملک صادق انداختم، اما ندانستم که نوک خنجر به بدن او رسید یا نه. همین را می دانم که در پیش پای من به پشت غلطید و نفسش از تردد ایستاد. من گمان کردم که مرده است. حیران شدم که ضرب من که آنقدر سخت نبود این چرا مرد. دیدم که وی آهسته آهسته خردتر می شد تا آنکه به مانند اشتی کلوله شد و از زمین بلند گردیده به هوا رفت و از نظر غایب شد. ناگاه از هوا چون رعد خروشنده و چون برق جهنده شده فرآمد و یک جفت لگد به تخته سینه من زد که مهره پشتم به زمین چسبید. درد به دلم پیچید و بیخود شدم. چون به هوش آمدم در بیابانی بودم که در هر 4 طرف بغیر از ریگ روان و خار مغیلان چیزی نبود. چشم به هم نهادم، زاری و تولا کردم، فایده نکرد. آه و ناله هم اثری نبخشید. بعد مجنونوار به کوه و دشت افتادم. در میان مردمان دمی نمی آسودم. خورد و خواب را ترک کردم. در هر گوشه و کنار آن دلبر را می جستم. هر کی را می دیدم از مقام ملک صادق می پرسیدم. کسی از اون نام و نشان نمی داد. عاقبت از دهر ناامید شده به خود قرار دادم که از این زندگانی مرگ بهتر است. خود را به کوه کشیدم که شاید خود را به زیر اندازم و از آزار نجات یابم. اتفاقا آن همان کوهی بود که این درویشان رفته بودند. در آنجا آن مرد عابد را دیده به اشاره او به این طرف روان گردیدم. الحال همگی در خدمت پادشاه نشسته ایم تا بینیم بعد از این روزگار با درویشان جگرسوز در چی کار است. خاتمه. راوی گوید که چون درویش 4 حکایه خود را به آخر رسانید، از حرم پادشاه غلغله و آواز خرمی بلند شد. خواجه سرایان به بارگاه دویدند و مژده دادند که به شاه پسر شد. شاه از شنیدن این خبر بیهوش گردید. چون به هوش آمد پرسید که از اهل حرم کسی حامله نبود؟ این پسر از کی شده است؟ گفتند فلان خاصه را که سلطان چند ماه قبل از این غضب کرده بودند و او در گوشه پنهان بود، کسی هم او را از ترس شاه پرستاری نمی کرد. نام او را به شاه نمی گفتند. منتظر بودند که حملش چی می شود. خیریت پسر زاید. پادشاه سر و پا برهنه به حرم تاخت و پسر را به بغل گرفته بیرون آورد و به قدم درویشان گذاشت. جمله درویشان سر و چشم طفل را بوسیدند و به او شاهزاده بختیار نام دادند. بعد از آن شاه او را به حرم برده به دایگان سپرده بازگشت و همان روز رعیت را 3 سال از انداز آزاد کرد. قلم عفو بر گناهان کشید، زندانیان را خلاص کرده، دری خزینه ها را گشاد، خیر و احسان به فقیران کرد و فرمود جشن شاهانه ترتیب دادند. هنوز جشن و سرور تمام نشده بود که از حرم بانگ نوحه و فریاد بلند شد. پادشاه و یاران بلرزیدند. از حرم خبر آمد که چون طفل را شسته به حریر پیچیده در کنار مادر خوابانیدند، ناگاه ابری تیره در هوا پیدا شد و به زمین نشیب شده آن طفل رو مادرش را احاطه نمود. بعد از برداشته شدن آن دود، مادر طفل بیهوش، طفل ناپدید گردید. شاه و یاران گریان شدند. از این حادثه عجیب حیران و پریشان نشستند، لب از خنده بستند. بعد از 2 روز آن طفل را با گوهره مرصع مرواردکاری باز آوردند. باز همه خرم و شادان شدند، اما هیچ کس نمی‌دانست که آن چه حادثه بود. پادشاه در نزد دولتخانه برای درویشان تکیه ساخته داد و رابطه یعنی خوراک روزمره دائمی مقرر فرمود. خودش هر روز که از دیوان فارغ می شد به نزد آنها می رفت. در سر هر ماه 1 نوبت به دستور مذکور پسر ناپدید می شد. چون او را می آوردند با وی تحفه ها، لباس ها و دیگر چیزها بود که چشم از دیدنشان تیره می شد، تا آنکه سن او به 7 سالگی رسید و همدم این قاعده دوام می کرد. پادشاه با مشورت درویشان عریضه به این طرز نوشت: سلام محبانه و مشتاقانه از این مجروحان از ملازمت محروم به خدمت سرکار بلند اقتدار رسانیده معلوم می دارد که اگر شفقت مبذول فرموده این بیچارگان را از این وادی حیرت نجات داده به سرمنزل مقصود یعنی به جهت پایبوسی آستان و ملازمت بندگان دلالت نمایند، بجا و سزاست.
در روزی ناپدید شدن شاهزاده بختیار عریضه را در بغل او گذاشته منتظر جواب بودند. چون پسر غایب شد و شب در آمد، وقتی که آزادبخت در تکیه درویشان و صحبت مشغول بود، ناگاه کاغذ در دامن پیچیده دیدند. چون گرفته دیدند، همان عریضه بود که بر پشت آن چنین نوشته شده بود: آزادبخت، خواهش ملازمت ما کرده ای. به جهت حرمت شاهزاده بختیار که به جای فرزندی عزیز است، خواهش تو را قبول می کنیم. چند نفر کس فرستاده شد که شما را بیارند. از قضا جشن داریم و منتظر شما هستیم. یاران خرم و شاد شدند. ناگاه 4-5 کس به گریبان یاران چسبیده بلند کردند. چون به خود آمدند، در جایی بودند که به عمر خود در صفا مانند آن جای ندیده بودند. باغی که ارم نشانه اوست، در هر گوشه فسانه اوست. چون آزادبخت و یاران آنچنان با صفا محل را دیدند، از بوی گل و صوت بلبل مست و مدهوش گردیدند. چون به خود آمدند، آواز شنیدند که می گفت: حکم ملک است، سرمه سلیمانی به چشم کشند. چه شد که چشم آنها به سوزش در آمد و چند قطره آب ریخته روشن گردید. نظر کردند، جمع پریان را دیدند که در برابر آنها ایستاده اند. یاران زود از جا برخاستند. پریان گفتند که ملک معظم، ملک شهبال بن شاهرخ شما را می طلبند. آزادبخت و درویشان روانه شدند. هرچند نظر کردند، آن باغ بهشت‌آیین را کنار پیدا نبود، تا اینکه به یک عمارت با شکوه رسیدند. از درون آواز ساز و نواز به گوش می رسید. چون به درون در آمدند، مجلسی دیدند بی مثل و بی مانند. در هر گوشه و کنار صندلی، کرسی و تخت ها مانده. پریزادان سیمین عذار نشسته بودند. در سر پیشگاه تخت از زری ناب گذاشته شده، بر روی آن شاهنشاه پریان ملک شهبال تکیه کرده بود. نازنین پریزادی به سن 7 سالگی در کنارش نشسته با شاهزاده بختیار بازی میکرد. آزادبخت و درویشان از تنتنه دربار ملک شهبال دست و پا گم کرده به زیر عرق ماندند و سری خجالت افکندند. ملک شهبال اعزاز و اکرام آنها را به جا آورده، آنها را به کرسی ها تکریف نمود. بعد از آن باز مجلس بس دوام کرد. آن روز را به عشرت گذرانیدند. روز دیگر ملک شهبال از کیفیت رفاقت آزادبخت و درویشان سوال کرد. آزادبخت به سخن در آمده به تعریف درویشان آغاز کرد و سرگذشت خود و درویشان را از اول تا به آخر گفته داد. در نهایت سخنش علاوه نمود که حالا به خدمت شاهنشاه مشرف گشتند و چشم معاونت از او دارند. چون ملک شهبال حال آنها را شنید، دلش به آن فقیران سوخت و مژده یاری به آنها داد. بعد فرمود که دیوان، افریتان و پریزادان به تمام دنیا پنج شده و پادشاهان جین و پری که در تمام بحر و بر ساکت هستند نامه برند و آنها را به زودی به دربار شاه حاضر سازند. در نامه ها درج کردند که اگر آدمیزاد نزد آنها باشد با خود بیارند. اگر از فرمان شاهنشاه سرتابند، مورد تنبیه و سیاست خواهند بود. امر شاهنشاه اجرا شد. به هر طرف پریان پرواز کرده رفتند. ملک شهبال با یاران به صحبت مشغول شد و در اثنای صحبت گفت که من هم مدتی بود که از خدا فرزند میخواستم، تا آنکه مادر این حامله شد. به شادی آن به خود عهد کردم که اگر دختر و اگر پسر باشد، هر طفلی که از انبای آدم همزاد او باشد نامزد گردانم. چون مادرش او را سبک شد، دیدم که دختر است. در حال افریتان را با تمام روی زمین پهن کردم که در هر کجا در آن دم طفلی تولد شده باشد بیارند. اتفاق در آن دم شاهزاده بختیار تولد یافته بود. چون آوردند، مهر و محبت وی به دل من جایگیر شد. فرمودم که دایگان، پریزادها او را شیر دهند. از آن وقت باز هر ماه یک نوبت او را طلبیده میبینم. او داماد عزیزی ماست. از این مژدگانی آزادبخت پای تخت ملک را بوسید. ملک او را نوازش کرد. بعد از 7 روز پادشاهان، بزرگان جین و پری و دیوان گلستان ارم حاضر شدند. ملک برای آنها مجلس فرمود. در آن مجلس از ملک صادق آن گلعذار عنبرموی را طلب کرد. ملک صادق بعد از پیچ و تاب بسیار فرمود که آن 3 منبر را حاضر کردند. بعد از ملک عمان که پسر ملک نیمروز و دختر او گرفتار بود، آورده شدن همان دختر همان پسر را طلبید. او نیز بعد از عذرگویی بسیار آنها را حاضر کرد. شهبالشاه از تمام آنها احوال دختر پادشاه فرنگ و بهزاد خان را پرسید. همه قسم خوردند بغیر از پادشاه دریای قلزم که سر پیش افکنده بود. ملک شهبال او را قسمهای زور داد. وی قلزم گفت که روزی که پدر به استقبال آنها برآمد و خلق را هم فرمود که و تماشای آنها روند، من نیز برآمدم. دختر را دیده گرفتار شدم و جلوی اسب او را گرفته به آب کشیدم. چون آن جوان فرنگی بهزاد خان به خلاص کردن آن پریوش اسب راند،
به مردانگی او قائل شدم و فرمودم که از آب رهانند و حالا در نزد ماست. این جوان آدمیزاد سزاوار اوست که در راه او آزار بسیار کشیده است. حاضر به ما التجا آورده است دختر را به او ببخش که عهد بسته ام. گفت امر ملک الملوک شاهنشاه است و فرمود که آنها را حاضر کردند. بعد از این هرچند دختر پادشاه شام را پرسیدند و کافتکاو کردند نیافتند. همه قسم می‌خوردند که خبر ندارند. ملک پرسید که هیچ کس از ملک‌های جن‌ها نیامده مانده است؟ گفتند تنها مسلسل جادو مانده است که وی با علم سیر قلعه مستحکمی ساخته است و در آنجا نشسته است. کسی را با وی دوست و علاقه نیست. ملک فرمود سپاه عظیم افریتان برای جنگش رفتند. به علم سیر و غیر جنگ نموده قلعه او را گرفتند و مسلسل را با خزینه بسیاری به نزد ملک آوردند. از بس که ملک او را ترسانده بعد وعده و وعید کرد، او نشان دختر را داد. ملک فرمود که جنها به بصره رفته ملکه عالی برمک را به پادشاه ملک چین را با دخترش و پادشاه ملک عجم را به گلستان ارم آوردند. زنان را به حرم فرستادند، مردان را به مجلس بردند. بعد از آن بزم کلانی برپا کرده در ساعت نیک اولا نکاح شاهزاده بختیار را با ملکه زرین پوش که دختر ملک شهبال بود است بستند. بعد از آن دختر پادشاه شام را برای خواجه‌زاده یمنی، دختر پادشاه فرنگ را با پسر شاه عجم، ملکه بصره را به پادشاه فارس و دختری را که در حبس ملک صادق بود به پادشاهزاده چین، دختر ملک عمان را به پادشاهزاده نمروز، دختر شاه چین را به ملک صادق و دختر شاه نمروز را به بهزاد خان دادند و 40 شبانه روز در باغ ارم به عشرت نشستند. بعد ملک شهبال به هر یک خلعت و نعمت و گنج بسیار داد. جنها را فرمود که هر کسی را به ولایت خود رسانند. آنها به ولایت های خود رفته و به مراد و مقصد خود رسیدند.